وابستگی عاطفی چیه؟ چه تفاوتی با رابطه عاطفی داره؟ به نظر میاد تلخ‌ترین پیامد وابستگی عاطفی آشفتگی در رابطه است. وابستگی عاطفی باعث میشه که ما به جای اینکه شاد باشیم در رابطه، باعث میشه ما شادیمون رو از دست بدیم. در اینطور مواقع دیگه به نیاز طرف مقابل فکر نمی کنیم، بلکه فقط به مراقبت کردن از طرفمون میپردازیم. این رابطه که پر از آشفتگی و وابستگی عاطفیه، طرف مقابل رو هم اذیت میکنه، آزاردهنده میشه. البته خیلی طبیعیه، چون ما از نوزادی یاد میگیریم که به کسی که وابستگی عاطفی داریم مراقبت کردن هم هدیه بدیم. اما توی روابط زوج و روابط بزرگسالان این مراقبت کردن نباید آزاردهنده باشه، در حد توجه باید باشه. حالا چه کنیم؟ باید اطلاعاتمون رو از تفاوت وابستگی عاطفی و رابطه عاطفی بالا ببریم.